وابسته به نتیجه‌های فعالیت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند در سال 2025 نشست مطبوعاتی با حضور روزنامه‌نگاران رسانه‌های داخلی و خارجی و مسئولین واحدهای ساختاری حکومت شهر برگزار گردید. در جریان نشست خبری رئیس شهر خوجند اوید به دستاوردها و برد و باخت مقامات اجرایی حکومت محلی در دوره حساباتی معلومات داده تاکید نمود که مقامات شهری جهت اجرای باثبات دستورالپاشی‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت خود را به سمت سرعت بخشی استحصالات رشد تمام ساحه‌های خارجی خلق روانه نموده است. همچنین برای پیشبرد حیات جمعیتی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، گسترش کارهای سازندگی و بنیادکاری و آبادانی تدبیرهای عملی اندیشیده می شود. ذکر گردید که در این دوره 32 کارخانه خرد و میانه استحصالی با استفاده از تکنولوژی‌های معاصر به استفاده داده شده، شماره عمومی کارخانه‌های صنعتی شهر خوجند به 325 عدد رسانیده شده است. تاکید شد که این نشاندهندها در روند صنعتی کنانی با صورت کشور همچون هدف چهارم ملی برای افزایش حجم محصولات استحصالی سهم نظر است می‌گذارد. در ادامه نشست مطبوعاتی روزنامه‌نگاران به سوال‌های خود از جمله وابسته به حرکت نقلیات مسافرکش، جریان کارهای آبادانی، نقشه بنیادی بناهای بلندآشیانه استقامتی با میدانچه‌های ورزشی و توقفگاه، تعمیر راه‌ها، تامین آب و تشناب، استفاده نیروی برق، فعالیت خواجگی منزلی و کمونالی و زیاد گردیدن نقشه بودجه شهر در سال 2026 از مسئولین پاسخهای مشخص گرفتند. مستان محیدی لازاده، غالب عبدالغفارов، اخبار.